هذا النور شفاء صدور. دو عاشق به هم عهد میکنند که تا آخر عمر یکجا باشند. به همدیگر وعده میدهند که اگر یکی از ما پیشتر دنیا را ترک کرد با کسی خانه‌دار نمیشود. با همین سخنها روزها پس سر میشدند و خرسندانه عمر به سر میبردند. روز دختر بیمار شده و به اثر بیماری وفات میکند. جوان از محبت زیاد زن نگرفت و سر گوری دختر 30 سال او را یاد کرده گریه میکرد. روز حضرت عیسی علیه السلام از این گورستان گذر داشت و حال این مرد را دید و پرسان شد: ای مرد، چرا اینقدر گریه داری؟ مرد سرگذشتش را به حضرت عیسی علیه السلام نقل کرد. حضرت عیسی علیه السلام گفت: گریه نکن، دختر بی وفا است. مرد گفت: نه، زن من بی وفا نبود، با وفا بود. حضرت هرچند میفهموندند ولی اون مرد قبول نمیکرد. سپس حضرت عیسی علیه السلام میگوید: میخواهی که باقی عمرت را دو تقسیم کنی تا که زنت را با اذن الهی دعا کرده زنده گردانم. مرد گفت: البته میخواهم. گویان راضی میشود. حضرت دعا میکند، گور باز میشود و دختر بیرون میآید. دختر یاش و زیبا، اما پسر از درد و غم سرش سفید شده است. حضرت دوباره نکاحشان میکند و میرود. جوان موی سفید از همسرش خواهش میکند که تا دم سر زانویش خواب رود، زیرا بسیار خسته شده بود. همین وقت شاهزاده اسب سوار میگذرد. چشمش به دختری زیبا میافتد. از دختر میپرسد: این موی سفید چرا روی زانوی تو خوابیده است؟ دختر در جواب میگوید: او مرا دزدیده است. شاهزاده دعوتش میکند: بیا با من میرویم. دختر آهسته سر موی سفید را در زمین گذاشته با اسب شاهزاده سوار میشود. ناگه موی سفید بیدار شده از دنبالشان میدود: ایستید، زن مرا کجا میبرید؟ شاهزاده میگوید: این زن تو نیست، تو او را دزدیده ای. موی سفید قسم میخورد که الحمدلله زن حقانی خودم است. شاهزاده از دختر میپرسد که او راست میگوید؟ دختر میگوید: نه، او مرا دزدیده است. شاهزاده با موی سفید تاکید کرده میگوید که از پس ما نیا وگرنه سرت را به دار میآویزم. اما موی سفید خواهش کنان میرود. شاهزاده فرمان میدهد که به دار آویخته شود. پیش از دار باز موی سفید سخنهایش را تکرار کردن میگیرد. میپرسند که شاهد داری؟ حضرت عیسی علیه السلام را به یاد آورده میگوید: بله دارم. شاهزاده رهایش میکند تا شاهد آورد و دو پاسبان را از پسش میفرستد. موی سفید میکوبد و میکوبد، از حضرت نشان نمییابد و تگ درخت خوابش میبرد. در خواب حضرت را خواب میبیند که میگویدش: من نگفته بودم که دختر بی وفا است. خیز از جایت رو، من حاضر از پست میآیم. وقتی که موی سفید بیدار میشود، بالای سرش دو پاسبان است. لطوکوب کرده میبرند و این دروغگو را به دار کشید میگویند. نه ستل زیر پایش را زدن میخواهند که ناگه روشنی یک نور پیدا میشود و ایستید میگویند. این حضرت عیسی علیه السلام بود و یک همش را به شاهزاده نقل میکند. با موی سفید مراجعت کرده میگوید: اکنون میخواهی باقی عمری داده‌ات را بگیری؟ موی سفید میگوید: بله. حضرت دعا میکنند و عمری داده موی سفید به زنش باز به خودش بر میگردد و زنی به شوقت دویم باره استخوان شده میریزد.